بچه‌ها سلام، چطورید؟ روزتون بخیر باشه. من یه جای خیلی یهویی یه آگهی گذاشته بودن تو پیج اینستاگرامشون و جذب نیرو داشتن. یکم کارش مرتبط نیست اصلا، یعنی اصلا زمین تا آسمون با رشته که خوندم فاصله داره، منتها کاریه که جزو کارامه و علاقه دارم بهش. البته که قبلا هم رفتم و مصاحبه داشتم توی این مشاغل تو کار زمینه غذا رستوران، منتها این شرایطش خیلی خوب بود. قبلا یه جایی رفته بودم، تقریبا 2-3 ماه پیش یه جایی رفته بودم، کافه رستوران بود تو همین رشت. منتها همیشه یه ترسی بود که شاید ببین مطمئنم به خودم که میتونم از پس کاری آشپزخونه بر بیام. آشپزخونه های کافه و رستوران ها خب خیلی متفاوته با آشپزخونه خونه. کارا خیلی سنگین تره، کارا خیلی جدی تره، کارا خیلی سرعت عمل نیاز داره و همه اینها. و اینکه خب من تو خونه کارم اوکیه، میتونم بگم که تو خونه از پس کارو برمیام، ولی هیچ وقت تجربه این که بخوام یه جای کار کنم، یعنی توی یه آشپزخونه خارج از خونه کار کنم رو نداشتم. کاره برام خیلی جذابه و خیلی دوست دارم که تجربهش کنم، منتها تجربهش رو نداشتم. و سری پیشم که رفتم برای مصاحبه اتفاقا قبول شدم که برم. قرار بودش که یه هفته به صورت آزمایشی برم که هم اونا ببینن که من چه توانایی دارم، هم خودم بسنجم ببینم که میتونم مثلا پسش بر بیام یا نه. ولی اون ترسه غلبه کرده بود و اون ترسه نمیذاش که میدونی اون قدم رو بردارم برم اون کار رو بخوام انجام بدم انگار. و اینکه این سری، یعنی در واقع دیروز من پیام دادم به این جای جدید و اینکه تقریبا 1 ساعت پیش بهم زنگ زدن، گفتن که ما همچین نیروی رو میخوایم، شما اگه اوکیید اینه شرایطمون، اگه میخوای بیاد مثلا حالا یه 2-3 ساعت 4 ساعت پیشمون باش، هم تو ببینی که کارت چجوریه، همین که ما ببینیم که از پس کار برمیای یا نه. خلاصه که الان میخوام حاضرشم برم. یعنی حین صحبت مجابم کردن که من شب برم و حسم بهش خوبه، حسم بهش خیلی اوکیه و فکر میکنم که پسش برمیام. امیدوارم که تو طولانی مدت هم بتونم. البته نمیخوام پیش قضاوتی کنم، میخوام برم تست کنم و آخر شب میام نظرمو میگم حتما. همین دیگه، من برم حاضرشم که دیرم نشه. نمیدونم. بچه سلام. از آخرین باری که من ویدیو میگرفتم 2 روز تقریبا میگذره. من اونجایی که رفتم برای یعنی در واقع آزمایشی رفتم که کار کنم، اوکی بودم با کارش، هم من اوکی بودم هم اونا اوکی بودن. و اینکه من شروع کردم به اینکه دارم اونجا کار میکنم. تقریبا که نه، دقیقا 2 روزه. امروز روز 3 که چند ساعت دیگه باید برم. و اینکه گفتم تجربه کاریمو بیام حالا تو این 2-3 روز بگم که کلا تا الان چه جوری بوده، کار چیه، چه مدلیه، ببین اصلا
این فکر میکنم تو رشت کلا نداشتیم. ما اونجا پاستای دستساز درست میکنیم و اولین جاییه که پاستای دستساز تو رشت درست میکنه و تازه راه افتاده اینجا، هنوز افتتاحیه نگرفتن، خیلی جدیده، ولی با اینکه افتتاحیه نگرفتن و جای تبلیغ ندادن و اصلا تابلو مغازه هنوز نخورده، به شدت شلوغه. مخصوصا اولین روزی که رفتم پنجشنبه بود و خیلی شلوغ بود. این رو هم بگم که من دوشنبه ها تعطیلم، من پنجشنبه جمعه هم با کار کنم. خوبه، یعنی اوکی هم هر روز که میرم، میگم 2 روز رفتم ولی اوکی بودم باهاش. از اونجایی که همیشه علاقه داشتم به آشپزی و همیشه آشپزی کردم و وقتی که یادمه، حالا درسته که خب حالا تجربه کاری به اون شکل توی مثلا آشپزخونه‌های حرفه‌ای و صنعتی و اینا ندارم، ولی تجربه آشپزی دارم و میدونی حالیمه، میدونی یه سری چیزا متوجهم. روزی که رفتم بهم گفتن که چجوریه، کجا کار کردی و اینا. گفتم که من اصلا هیچ جایی کار نکردم به اون صورت که مثلا بگم من تو فلان رستوران تجربه 3 ساله دارم، تو فلان کافه مثلا من 2 سال کار کردم. نه، اصلا اینجوری نبوده برام. منتها صرفا همش جهت علاقه و عشقی بوده که نسبت به آشپزی داشتم و فکر میکنم که خوب باشه برام، یعنی تجربه جالبیه. ببین اونجا که دارم کار میکنم تقریبا تایم کارم 6 ساعته در روز، در شب. اونجا که دارم کار میکنم اصلا متوجه اون خستگی نیستم، ولی شب که میام خونه فرداش که میخوام از خواب پاشم، یعنی از تخت نمیتونم بیام بیرون. ولی کلا خیلی خوبه. فعلا میخوام برم اینجا رو امتحان کنم. حالا همین که تجربه میکنم کار کردن تو این فضاها رو، همین که ارتباطات شکل میگیره، همین که میتونه بخشی از رزومم باشه. نمیدونم، شاید اصلا نخوام میدونید معماری رو ادامه بدم. من رشته که خوندم معماری بوده، منتها همیشه توی این خیلی بده ها، یعنی البته میبینم آدمای دیگه‌ای که تو این بازه زمانی سنیان مثل خودم و نمیدونن که قراره چی بشه. فکر میکنم بخشش طبیعی باشه، ولی خیلی تایم بدیه که تو فکر کنم مثلا 25-6 سالته، بعد کلی آدم از تو کوچیکتر مثلا تکلیفشون مشخصه، میدونن که چیکار میخوام بکنن، به کجا برسن، میدونی پلن مثلا بلند مدت چیدن. بعد حالا هم اونو میبینی، هم از این طرف مثلا میبینی یه سری آدمای بزرگتر از تو هم هستن که نه، مثلا خیلی هنوز مثلا خیلی از تو عقب‌ترن، میدونی چی میگم. و این وسط مثلا نمیدونم، البته خب باید آدم خودشو با خودش مقایسه کنه، خب ولی این بده که مثلا تو این سن نمیدونی که مثلا الان میخوای این مسیر رو بری، اینو بری، اونو بری، و فکر میکنم که باید تجربه کرد همه اینا رو و اینه که فقط میتونه کمک کنه به آدم. خلاصه که پا نهادم تو این مسیر و میخوام فعلا ادامهش بدم. خوبه، جالبه، تا الان دوستش داشتم. فکر میکنم که کلن مسیرم به این سمت و سو بره. نمیخوام هیچ پیش بینی کنم، ولی تا الان دوست داشتم. خلاصه که همین، گفتم بیام بهتون بگم که چجوری بوده، چون قبل اینکه برم برای مصاحبه و روز کاریم گفتم بهتون که دارم میرم و اینکه همین دیگه. من حالا صبح یکم دارم برنامه‌ریزیامو چیز میکنم که به کاری دیگه من برسم. صبح جای دیگه کار میکنم آنلاین، یعنی از خونه کار میکنم.
بعد اون بیزینس شمسازیم هم دوباره دارم میارمش بالا. یه کار دیگه داریم براش انجام میدیم، با یه سری گالری رو باید همکاری کنیم. البته یه سری خریدا دارم براش انجام میدم و یه کارهای مدلی، چیزهای جدید در راهه. بعد این که دیگه براتون بگم کلاس زبانم و باشگاهمه که احتمالاً قبل تایم کاریم باید برم. من تایم کاریم 7 شب تا تقریبا 12:30 شب. تایمش یکم از آخر یه ذره سخته ولی اوکیه، یعنی مثلا میدونی اون ترس همیشه برام بوده، از ترس کار کردنه، ترس از این که از اون فضای امنت میدونی نمیخوای بیای بیرون. و خب چرا که نه، به هر حال چی، تو 25-6 سالته، به هر حال از اون فضای باید بیای بیرون، به هر حال تو باید بری کار کنی، به هر حال تو باید بری پول در بیاری. میدونید چی میگم؟ و همینه دیگه، زندگی همینه میدونی. و هر چیزی هم یه بهایی داره، تو باید بهاش رو بپردازی. که تو میخوای کار کنی و مستقل بشی و پول در بیاری، بهاش اینه که از یه سری ممکنه از یه سری خوشگذرونیات باید بگذری و این طبیعیه و اوکیه، باهاش اوکیم. همین گفتم بیام اینا رو بهتون بگم، یکم صحبت کنیم. حالا احتمالا من هفته پیش میخواستم برم باشگاه ثبت نام کنم ولی دیگه نشده بود، یعنی سرما خوردم صبحش که پا شدم، بعدش هم اینجوری شد و مربی باشگاه هم امروز نبود. امروز میخواستم برم باشگاه ثبت نام کنم و یعنی برم شروع کنم ولی مربیم نبود. بهش پیام دادم احتمالا فردا غروب باشه. حالا فردا قبل تایم کاریم میرم برای باشگاه ثبت نام کردن و دیگه بعدش هم میرم سر کار.